دوستانی که در مورد نهاد اسلامیک ریلیف یو اس ای پرسیده بودند این که ما چگونه ایمیل این نهاد را پیدا کنیم تا بتوانیم در این نهاد ایمیل کنیم و از طریق این نهاد بتوانیم ویزاهای بشردوستانه کشور برزیل را به دست بیاوریم. دوستان و بینندگان گرامی، قسمی که در تصویر میبینید همو ایمیل نهاد اسلامی امریکایی است که در امریکا است و این نهاد شهروندان افغانستان را به نهادهای داخلی برزیلی معرفی میکند و آن نهادهای داخلی برزیلی دیتابیس شما را به سفارت برزیل در ایران و در پاکستان روان میکند و شما میتوانید از همین طریق ویزاهای بشردوستانه کشور برزیل را به دست بیاورید. اگر میخواهید که ویزاهای بشردوستانه کشور برزیل را به دست بیاورید، حتما در این نهاد امریکایی ایمیل کنید. ایمیل ها را میبینید